سلام، به چنل خودتون خوش اومدید. اینجا اتاق درمانه و من محمد ابوالقاسمی هستم. امروز میخوایم در مورد گل صحبت بکنیم. اول اینکه اصلا گل چیه؟ اسمای مختلفی داره، احتمالاً خیلی هاشو شنیدید: ماریوانا، ماریجوانا، مری جین، پات، وید، گل، علف، سیگاری. همه اینا ماده مؤثرشون یه چیزه و خیلی هاشون به جای همدیگه به کار برده میشه این اسما. منبع همه این فرآورده کانابیس گیاه کانابیس ساتیوا بوده و ماده مؤثرشون که باعث این اثرات روانگردانیش میشه به اختصار بهش میگیم THC. از قسمت‌های مختلف این گیاه استفاده میشه، از سرشاخه‌هاش، از برگاش، از گلش و طی سالیان اخیر با بهبود فنون کشتش درصد THC که توی گیاهایی که امروزه کشت میشه خیلی درصد بالاتریه. به تبع اون عوارضش، علائمش و حالاتی که بعد از مصرف به افراد دست میده هم شدتش بیشتر میشه. راههای مصرفش هم شایع‌ترینش خب تدخینیه، یعنی به صورت اینکه بکشن و معمولا بعد چند دقیقه اثر شروع میشه و تا 2 تا 4 ساعت هم دوام پیدا میکنه علائمش. و راه خوراکی هم وجود داره، باش کیک درست میکنن، شاید اسم هش کیک رو شنیده باشید. و 2 تا راه شایع مصرفش این 2 تاست. یه سری علائم جسمانی ایجاد میکنه مصرفش و یه سری علائم روانپزشکی. اول علائم جسمانی رو بررسی میکنیم. اول میتونه باعث قرمزی چشم بشه، باعث اتساع عروق ملتهمه میشه، باعث میشه که چشم قرمز بشه و اون قطره‌های نفاذولینی که احتمالاً شنیدید که بعد از مصرف استفاده میکنن بیشتر به خاطر اینه که این قرمزی چشم از بین بره. میتونه باعث افزایش اشتها بشه و میتونه باعث خشکی دهان بشه. شاید بازم لفظ کره‌خوری رو هم شنیده باشید که بیشتر برمیگرده به این خشکی دهان و افزایش اشتها. میتونه یه سری علائم دیگه ایجاد بکنه، مثل افت فشار خون تو مصرف‌های بالا و اینکه یه سری از اثرات سوئی که حتی مصرف سیگار هم داره، مثل بیماری‌های تنفسی، مثل احتمال سرطان ریه، اینجا هم وجود داره، چون اون مواد مضری که توی توتون وجود داره نسبتاً توی مصرف گل هم به بدن انتقال پیدا میکنه. اما این سری علائم روانپزشکی هم داره، مثل یه احساس سرخوشی که به فرد دست میده، یه تغییراتی تو درک فرد از محیط اطرافش، هماهنگی‌های حرکتی، مهارت‌های حرکتی رو تحت تاثیر قرار میده، زمان واکنش دادن رو کند میکنه، درک ذهنی زمان کند میشه و ممکنه یه احساساتی مثل این که از خودش، از محیط اطرافش گسسته شده، جدا شده هم به فرد دست بده. میتونه علائم اضطرابی به فرد دست بده و حتی میتونه یه مقداری علائم خلقی بده، هم میتونه خلق بالا رو بده و هم یه مقدار خلق پایین یا افسرده رو میتونه ایجاد بکنه. اما 2 تا علامت روانپزشکی وجود داره که واسه ما مهمتره. یکی بحث علائم روانپریشیه، یعنی فرد میتونه دچار هذیان و گاهن توهم بشه. هذیان بیشتر به صورت افکار پارانوید توی انواع قوی کانابیس ایجاد میشه و معمولاً با مدت طولانی مصرف و دوز مصرف ارتباط داره و تو مصرف طولانی مدتش باعث تخریب شناختی میشه. یعنی چی؟ یعنی میتونه توجه، حافظه، سازماندهی و ادغام اطلاعات پیچیده رو تو فرد مختل بکنه و این علائم میتونه ماها حتی بعد از قطع مصرف هم ادامه پیدا بکنه. یه سندرومی هست که بهش میگیم سندروم آموتیویشنال یا سندروم فقدان انگیزه. معمولا تو کسانی که مصرف طولانی مدت کانابیس رو داشتن یه سری علائم ایجاد میشه توشون، مثل اینکه بیمیلن به انجام کارها، احساس تنبلی، احساس بی‌انگیزگی میکنن و این سندروم آموتیویشنال یا فقدان انگیزه با افسردگی و با چیزهای دیگه‌ای که ما میشناسیم یه مقدار متفاوته. و حالا این موضوع مفصلیه، ولی مصرف کانابیس وقتی تو سن پایین‌تر باشه، تو دوزهای بیشتر، مدت طولانی‌تری مصرف بکنه، شانس ابتلا به اسکیزوفرنیا رو تو افرادی که زمینه ژنتیکیش رو دارن بیشتر میکنه. اما گل اعتیادآوره؟ بله، اعتیادآوره، هم از لحاظ جسمی و هم از لحاظ روانی. به طور که اگه دوره طولانی مصرف بشه و ناگهان مصرفش قطع بشه، یه سری علائم محرومیت ایجاد میکنه. مثل چی؟ مثل تحریک پذیری یا یه مقدار خلق افسرده و غمگین. ممکنه باعث بیخوابی بشه، ممکنه باعث کاهش وزن و کاهش اشتها بشه، وسوسه مصرف ایجاد بشه، سردرد، تعریق و لرزش بدن ممکنه ایجاد بشه. و هر چقدر هم که مدت مصرف طولانی تر باشه، هر چقدر که
ماده مصرفی قوی تر باشه و هر چقدر هم که سن مصرف پایین تر باشه احتمال این اعتیاد بیشتر میشه. و یه چیزی که در مورد گل میگن که گیتوی دراگ، یعنی ماده دروازه‌ای، یعنی یه ماده‌ای که شما وقتی مصرفش میکنید احتمال اینکه بعد از این به سراغ ماده‌های دیگه برید بیشتره، یعنی بعد از مصرف گل احتمالاً شروع میشه مصرف ماده‌های دیگه. اما برای درمان میشه چه کار کرد؟ درمان بیشتر شامل پرهیز و حمایته. منظور از پرهیز اینه که ما توی برنامه درمانی مصرف گل رو قطع بکنیم که این کار میتونه به صورت بستری انجام بشه یا به صورت سرپایی انجام بشه. و حمایت هم بیشتر منظور روان درمانی تراپی و گروه درمانیه و اینکه ماده جایگزینی هم برای این دوره پرهیز برای مصرف کانابیس وجود نداره. اما یه بحثی که هست اینه که خب پس چطوره که کانابیس داره توی یه سری از نقاط دنیا مصرفش قانونی میشه و اصلا میگن که مصارف پزشکی داره. اول اینکه خب سازمان DEA که سازمان نظارت دارویی هیچ مصرف دارویی رو برای کانابیس تایید نکرده، ولی خب یه سری از پزشکان برای یه سری از بیماری‌ها تجویز میکنن، مثل تهوع بعد از شیمی درمانی، مثل گلوکوم، مثل تشنج. توی این موارد استفاده میشه، ولی خب اینکه تایید شده باشه توی متون پزشکی ازش استفاده شده باشه، نه، همچین چیزی وجود نداره. اما بحث ما اینجا بیشتر بحث علمیه، یعنی ما بیشتر بر اساس رفرنس‌های علمی، بر اساس مقالات علمی معتبر صحبت می‌کنیم اینجا. ولی بحث قانونی یا غیر قانونی بودن مصرف کانابیس فقط مختص علم نیست. احتمالاً مباحث دیگه‌ای مثل تجارت، مثل سیاست هم وارد کار میشه. مثال سادهش مثل همین مصرف سیگاره. هممون میدونیم مصرف سیگار خوب نیست، ولی غیر قانونی هم نیست. احتمالاً یه چیزی شبیه این، نه کاملا شبیه، ولی تا درجاتی مشابه این داره واسه مصرف کانابیس هم اتفاق میفته. خیلی ممنون که با من همراه بودید، ممنون که وقت گذاشتید و گوش کردید. اگه سوالی هست حتما تو کامنت ها برام بنویسید، بهشون پاسخ میدم. ممنون که با من همراه بودید. بازم اینجا اتاق درمانه و من محمد عباس.